بچه سلام بچه خوبی. از آمدن پورت دوم گارتن و قسمت هفتم بریم. لودز گو. خب بدون هیچ حرف رفتن تا دست لایک و ساب هم بزنید دیگه. لایکاتون کم شده تو رو به جون مادر. خب ادامه میگی. خب اینجا اومدیم کاغذ رو گرفتیم ازش. آره کاغذ رو گرفتیم. خب الان بریم به سمت چیز بار چیه؟ نمین بار. خب دفعه قبلی گفت برو تو کافه. خب الان که اینجا چکار کنم اینجا؟ خب پشت سر این باره یه دونه چیزه گلسه و باید چیزه تو بیاری اینجا نزدیک کنی. حالا برو فکر پشت همین اینجا یه از این دورترانی بد پدرش نلت وی خواه برو رسید. حالا باید آروم بریم چون من میدونم. خب الان باید آروم بریم. خب بله شانس آوردیم تو اونجاش نخور. کجاست این گلس؟ اینجاست. اول باید اینطور بریم. الان بکو اون چیزا رو باید بزنیم. الان باید روشن شه. روشن شد. کی کارت آن اینجا هم چیز فراریه. خب بخوب اینجا چه باشه نگاه داری یه ذره مشهور. So you're what the mayor warned us about. You're even more disgusting in reality. As a filth-free establishment, your presence is not welcome here. So you're what the mayor warned us about. You're even more disgusting in reality. یا بگم یوتیوب. I believe it. Did you need something? Interesting. The boss will want to talk to you. Head to the back and I'll have the door open for you. هکره داداش هکره خدا هک. شریف داداش being the queen's personal bodyguard to some bounty hunter living in an alley. What a humiliating downgrade. A world ruled by criminals and lawbreakers while the helpless he's worse than that. For all we know, everyone that you don't see around here is either dead or dead. Decided using the green gorilla against Sir Dadadu too. You're on your own on this one. It's impossible to pull it off without fake broccoli. And I'm all out of fake broccoli.
We got someone in one of the apartment buildings claiming they have very valuable information about the whereabouts of the green gorilla. This red key card will give you access to said apartment building. Wouldn't hurt to see what they got. Maybe your con was robbed to transfer me down. ممنون دیگه میشه حرف I belong in some forgotten alley next to all the garbage and carton boxes. Ain't any more useful than they are. او تموم شد میگه برو توی اونو توی خونه این لحظه باید سوالم باز میشه یه آپارتمان نزدیک اینجا خب نیست اینجا فکر نکنم باشه او منظورش از اینجاست منظورش موتل یا هتل آجی موتل نشده یعنی کار دارم زنی چی میگه Простите, кто вы такой? میگه Простите, باشه кто вы такой? میگه شما همسایه من هستی من شما ندیدم یعنی نمیشناسم چی؟ Finalmente! Alguém realmente respondeu a minha reclamação do barulho. Você está aqui por causa da minha reclamação do barulho? Então por que você está aqui? سگ مادر آروم کن É claro que o prefeito acha isso mais importante do que o meu conforto. O من vizinho acima de mim está gritando e berrando há uma hora. Eu não consigo me concentrar em nada. Vou te dizer uma coisa. Faça a pessoa acima de mim calar a boca e eu lhe direi o que sei. Você vai querer saber o que eu sei. Confie em mim. Agora vá. Ele está me deixando maluco. آروم کن بریم بالا بریم بالا آره صداش کنم آرام چی؟ وای جسر You always hated my jokes! گرد بالا برو آجی برو دهن بکنم باید از اینجا دست جامپش خیلی گنده بله ریدیم خب چیکار کنم الان خب چیکار کنم الان وای خب میدونم الان با از اول نمیادم خوب شد که از اول نمیادم اینجا ادامه شد خب کجاش میام تو خدا جا که حرف میزنن نبیاد تو خدا خوب آرام الان برو زیر تخت من فرار میکنم برو این اولین من برای چندمین بارم که از اینجاش میفتم چون تو گوشم آقا نمینو باشه میگی تو جو که منو خراب کردی خب چیکار کنم میگی جو که خراب کردم خب من گو خوردم بچه باید برو جو
ریدم به خودم. چا 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 ما چا چا کم بچه کم چا کا کملا 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 کم موهای تنم سیخ شد. موهای تنه شما سیخ شد. اگه سیخ شد تو کامنتا بنویسید داداش. از من دیگه خیلی رید به خودش رو چی باشه. You always hated my jokes! به خدا اینجاش من لگ میداشت باشم. چرا تا من این 20 دقیقه نشی یا تموم نکنم اینجاشو من بل نمیکنم ویدیو رو. البته 20 دقیقه شو خب برمیدارم ویدیو رو. تا 20 دقیقه وقت دارم آجی. بودو فقط 9 دقیقه وقت دارم. برو زهر من بچه فکر کنم این ویروس که سر در رادیو ساخته باسه این بدبختا زده بدبختا یه ذره این چیزاشون بلده این چیزه یادشونو هست. فکر نکنم چون میگه که تو جوک منو خراب کردی. بیساد اگر چیز نمیکرد اگر تبدیل نمیشو به این جوک نمیساخت به خدا. برس وای قشنگ تو لبش بایسته بفرم مردم ریدم آجی به خدا همونجا اگه جامپ میزدم میرفتم اون دنیا نمیرفتم اون دنیا. وای فقط 8 دقیقه وقت مونده باسم. لعنتی خیلی سخته اینجاش. برو اینجاش رو تموم کنم دیگه ویدیو رو قطع میکنم. دیگه قسمت است آجی دور میشم باش برو باش منم نه به خدا من ازش دور بودم. وای آجی وای فکرش ندارم. خودتون تو کامنتا بنویسید بگید که به خدا دور بودم بچه. خودش اگه لگ نمی بود فقط اگه من لگ رو نمی ای خدا من نمیم چرا اینطوری میخون یا اینکه همطوری You always hated my jokes! برو دیدم Yes. اینجاش منو خورد. وای پاشو دیدم دیده به خدا پاشو دیدم همونجا پاشو دیدم باز میگم پاشو دیدم این نمیدونم چندمین بار مردم.
کجاش من میشه یه بار تونجا لابی الله روشن شد میگم روشن You always hated my jokes! برو قشان داداش دیدی باشه دیگه به دیوار بچسبونی گیم لگ میخوره What the fuck is this? بالاخره اینجا شو رسوندم بالاخره بعد از این همه سال Quick, let's hide inside! I don't understand. All I asked you was to go talk to a witness in order for us to find the whereabouts of Jumbo Josh. من اون سبز How did غروب that کردم end up دیدم with you running اسمش away جامبو with جاش crazed Bitterdickle on rooftops? Go stand in the corners. برو پشت سر من Don't make any noise. منتظر با بیمون Calm down, or I will have to take legal action. Get toasted! تو چیزی بازش No! نه چرا من چی شده I didn't mean to. It's okay. I deserve this. میگه من حالم خوبه Despite داداش کجا حالت خوبه بفرم خونت بفرم اینو از این بعد میگه حالم خوبه صدات هم نگاه کن one داره غمگین میشه بعد وقت دارم بساش تو taking time off your day to make somebody laugh. We don't cherish that nearly enough. Worst yet, ایشو بازم I've yet to experience such a euphoric feeling. I'm always the one telling jokes, and I've yet to have someone tell me a joke. ایشو بازم اینجا میگه Sheriff, شریف tell me. تو رو خدا یه جوک بازم بگو Okay. I'll try. الان میکنم الان میگه Why don't animals eat jesters? حیوانات همیشه چیزی کنم من They نمیدونم taste funny. چرا شاید دوام کنم چون Don't get it. Oh, wait. That's actually not اونقدر بدم نبود at all. یارو با ایستاده قشنگ بود نگاه کن این رو از این بالا میشه همه چیز دید رفت اون دنیا Goodbye, my friend. Just leave me alone. Please. خب ممنون از این دقیقه که پارت دوم هم دیدید به خدا اگه دلتون واسه جستر باید مبسوط تو کامنت رو بنویسید جستر جو کن خدا حافظ